سلام دوستان، امروز یه مهمون ویژه داریم که قرار ما رو با تمام امکانات لینکدین پریمیوم آشنا کنه و اون فرد کسی نیست جز دوست و برادر عزیزم امیر زاکر. امیر جان یه اینترو بگو بریم سراغ کار. سلام خدمت همه مخاطبان چنل محمد رضا جان عزیز، چه تو لینکدین چه تو یوتیوب اصلا و به همه خاطر تو میان تو عزیزان. چنل امیر. آقا دیگه شرمنده میکنیم. یوتیوب پریمیوم چند تا حالت داره. یکی لینکدین برای پریمیوم. آره بله ببخشید لینکدین پریمیوم. یکی برای جستجوی شغله که از همه ارزونتره دیگه، هوای جاب سیکرها رو داشته در واقع. یکی لینکدین بیزینسه که شما میتونید نتورک بکنی خیلی راحت‌تر، مسیج بدی. بعد حالا یه سری امکانات پایم همه لینکدین پریمیوم ها دارن، مثل اینکه مثلا شما میبینی کیا پروفایل تو ویزیت کردن، یه سری آنالیتیکس بهت میده. در واقع از این ماجراها دو تا بچه سرویس. همه امکاناتی که امیر داره میگه رو نشونتون میدیم لایو. نه نمیتونیم چون شما الان سیز نویگیتور رو داری. دو تا سرویس. آره دو تا سرویس ولی اصلی نشون داره. میده امیر، به من نشون میده چند نفر خورده و حالا میریم نگاه نه میکنیم اون که ببینیم سرویس چجوری. پایه است، اون که سرویس پایه است که همه پریمیوم ها دارن. بله. خب ولی دو تا سرویس بیزینس داره، یکی برای ریکروترها، استخدام کننده ها که دنبال نیرو میگردن که ریکروتر لایت و ریکروتر کور. که ریکروتر لایت حالا نسبت به موقعیت جغرافیایی که داشته باشیم، مثلا الان توی ترکیه 5000 لیره در ماه، حدوداً 12 میلیون تومان میشه. و جاهای دیگه حالا گرونتر ارزونتر. یه دونم سیلز نویگیتور که امروز میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم که اونم دوباره کور داره و در واقع ادوانس داره که نسخه های ادوانس بیزینسیش از $1000 اینا شروع میشه، خیلی گرونه و واقعا برای شرکت ماهانه امیر. ماهانه. بله برای شرکت های استبلیش شده به کار میره، ولی برای تیمای کوچیک همین نسخه های کور چه برای استخدام چه برای فروش کار رو در میاره و خیلی ابزار قدرتمندیه واقعا برای پیدا کردن لید. لینکدین سیلز نویگیتور که امروز می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم. حالا اگر که محمد رضا جان شیر اسکرین بکنی و بیاریش سیلز نویگیتور تو، ممنون میشم. بچه‌هایی که ایران هستن من اینو بگم، لینکدین یک ماه شما رایگان میتونید فعالش کنین، خب که نیاز به یه حساب خارجی داره و یه سری سایت‌های واسط من دیدم مثل ایرانی کارت این کارو میکنن، مثلا $5 میگیرن اون حساب فری یه ماه رو بهتون میدن. حالا من خود لینکدین بهم پیام داد که آقا من یه اکانت یک ماه میخوام بهت بدم که نیاز به حساب خارجی داشت که امیر جان زحمت کشید با حساب اون من وریفای کردم و اون یک ماه رایگانم الان به خاطر اون فعال شده. خب الان من شیر اسکرین هم بزنم. یه تریک دیگه هم هست محمد رضا جان، اگر که چون هر نفری که سیلز نویگیتور داشته باشه بعضیا رو الیجیبل نمیکنه ولی عموما اکثرا رو الیجیبل میکنه که شما میتونید دعوتنامه بفرستید برای 10 نفر و باز تا شرایطی برای 15 نفر و اونها 2 ماه رایگان میگیرن سیلز نویگیتور رو. خب یه سوال حاشیه‌ای هم بپرسم. من دیروز دیدم یه نفر گفت که لینکدین لرنینگ هست که لیندا رو خریده، اگه دورای پولی هن اگه به یه نفر دو نفر معرفی کنی تا 24 ساعت 48 ساعت رایگان معرفی این درسته؟ خبر ندارم. آره گفت که حالا اگه به این یه نفر کنی کورسش برای 24 ساعت رایگان میشه. یه تریکی بود که نمیدونم گفت. شاید درست باشه. از این پروموشنال لینکدین داره ولی حالا اینو من دقیقاً نمیدونم. خب الان امیر جان صفحه این منو لینکدین شیر داری؟ لرنینگ هم که گفتی برای همه پریمیوم ها فعال لینکدین لرنینگ، یعنی یعنی جزء اون الان ارپای. سرتیفیکیت هم میتونی بگیری؟ بله. آخ چه فرصتی از دست دادم. یه ماه الکی. الان بچه امروز روز آخر، من دیشب به امیر پیام دادم گفتم بیا ویدیو ضبط کنیم. روز آخر واقعا یه ماه به بتالت گذروندم. الان با $20 بدم تا یاد بگیرم دیگه از این کارا نکنم. خب الان امیر جان صفحه منو دیگه هم داری؟ نمیتونی دیگه با $20 اینا کارش نیست. حالا لینکدین لرنینگ رو نمیدونم ولی سیلز نویگیتور دیگه میره رو 3000 لیره، حدود $100 میشه.
اوه 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 هیچی پس. خب آره. امیر جان این صفحه لینکدین من اولا واسه اون بخشی که گفتی نشون میده و اینا فکر کنم اینجا مثلا سرچ اپیرینس یه همچی چیزی باشه، درسته؟ نه 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 نه، بکو بزن، ببین خب بک. بیا تو صفحه اصلی، خب همون پروفایل، یه خود برو بالا، بیا پایین بیا خب پایین بیا پایین که این آنالیتیکس رو نشون میده. پروفایل اینجا ویو. نوشته 2031 نفر پروفایل ویو. بله بله. خب در احتمالاً بازش رو گذاشتی هفت. 90 روز اخیر. نه 7 روز اخیره. هفته. آره ببین نشون میده، نگاه کن. حالا امیدوارم اینا بله. حلال کنه. قشنگ داره نشون میده. البته توی ستینگ ها بعضی شرکت ها میبندن و مثلا فقط اسم اون شرکت رو به شما نشون میده، نه نشون خود میده. اون نفر خب رو نشون نمیده. خب اون بالا سمت راست سیلز نویگیتور رو بزن و بریم توی سیلز نو. ببین این سیلز نو یه در واقع محیطیه که پارالل لینکدین، موازی با لینکدین شما میتونی استفادهش بکنی و آدما رو توی سیلز نو اگر ضبط بکنی، الان مثلا شما اینجا میبینی یه فید داری که اینجا نوشته که احمد عباسیان started an additional position started. خب به شما داره یه فیدی نشون میده. خب شما اگر این فید رو بیاید درست ازش استفاده بکنی و نوشته لیست آدمایی suggested که lead. آره دقیقاً اگر شما بیای لید مناسب تو ضبط، مثلا فرض کن به 100 نفر تارگت کردی، مثلا میخوای یه محصول $5000 رو بهشون بفروشی، خب همه اینها رو شما میای اینجا سیو میکنی و اینا تو فیدت میان و شما تکون میخورن. هر اکتیویتی که تو لینکدین داشته باشن شما میبینید نفر اول میتونی باشون ارتباط بگیری و اون رابطه رو در واقع بسازی و گرم بکنی. این فیدیه که در واقع کاملا کاستومایزبل، شخصی سازی میتونی بکنیش فیدتو و استفاده بکنی صرفا برای فروش و صرفا برای در واقع ارتباط گرفتنهای خیلی حرفه‌ای تر که توی لینکدین ممکنه اونا رو از دست بدید توی لینکدین معمولی. حالا شما ببین 2 تا ابزار داری، یکی همین یه سوال اکانت همینجا که بپرسم. جان همین که مثلا شما مثلا الان همین احمد عباسیان، خب من میتونم برم تو پیجش ببینم کیا رو لایک کرده، کامنت، پست. این فرقش با اون میشه که این سریعتر، یعنی میتونی دسته‌بندی کنی و سریعتر باشه، درسته؟ تره دیگه. دقیقاً ببین مثلا اینم میتونی شما مثلا زنگوله‌شو بزنی مثلا احمدو. آره اونجوری هر کیو بخوای باید برید اون زنگوله رو بزنی، این آه. نوتیفیکیشنش برات بیاد تو فید، ببین چی کار داره میکنه. خب بفرمایید امکاناتش رو بگو. ببین شما 2 تا راه حل داری در واقع اینجا، یکی اکانت یکی لید. خب اکانت شرکت هاییه که شما در واقع میخوای بری سراغشون، یعنی شما 2 راه حل داری، یا اینکه از طریق شرکت شروع کنی افراد رو پیدا کردن، یا از طریق خود افراد به شرکت ها برسی. خب الان مثلا شما اون موقع که حالا این اکانت ساختی شرکت ما رو ضبط کردی، ببین توی من سرچ یه بر دونه شرکت لینک خوبی واسه کار بزنی کردم. اکانت. جان میگم این شرکت خوبی واسه کار کردم. قربونش لطف داری. ببین خب نکن، یه دونه لینک فیلتر، یه دونه اکانت فیلتر این اینجا. دوتا رو داریم. نه نه آره اینجا آره این. اینجا آره این تو این بار سفید. آره حالا من جفتشو بهت توضیح میدم. اول بریم تو لید فیلتر. ما فرض کن مثلا شما دنبال نیروهای مدیر مارکتینگ شرکت ها میگردی، خب که باهاشون ارتباط بگیری، مثلا بگی من خدمات دیجیتال مارکتینگ هم میخوام بهشون بفروشم. اگر که شرکت خاصی رو بشناسی میتونی همین یعنی مثلا فرض کن که چند تا شرکت رو از توی اکانت در آوردی یا از جای دیگه، حالا میخوای فقط توی داخل این نیروها بگردی، کارنت کامپنیشون رو وارد میکنی. خب بله. اگر نه میخوای بازه بزرگ از شرکت رو بگردی، فیلتر اصلا کارنت کامپنی رو لازم نیست چیزی بزنی. یعنی مثلا الان بگیم کسی که تو گوگل کار میکنه، خب یا تو مثلا دیجیکاله. آره آره. مثلا دقیقاً ایرانی هم داره. بله
باید پروفایل لینکدین داشته باشن دیگه. مثلا دیجیکالا مثلا اینکلود رو بزنی، مثلا مثلا الان چیه میگن بزنیم؟ یه بالای 2500 نفر تو دیجیکالا کار میکنن که توی لینکدین پروفایل دارن. اینجا اینو میگی؟ بله 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 بله. این 2500 ریزالت، یعنی آمارش هم همینه. من خصوصا حرفاشونو گوش میدادم، بیش حدود 3000 تا مثلا چیز دارن، کارمند و اینا دارن. درسته. پس از اینا اینجا مثلا خوبیش اینه که یه شرکتی که تارگت مثلا دوست داری بری تو گوگل کار کنی، اینجا میتونی افراد پیدا کنی. مثلا الان این پی آرشونه، خب این مثلا سوشال ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت اجتماعیشونه، این حرفا. از این راه میتونی باشون لینک بگیری. درسته؟ بله دقیقاً. خب این حالا میشه اسم شرکت. الان ورش دار دیجیکالا رو. مورد دوم کامپنی هد کاونت. اینجا در واقع اون تعداد نیرویی که اون شرکت داره رو میتونی چیز بکنی بر که اساس سایز از شرکته. شرکت یک نفره وجود داره تا شرکت های دیگه خیلی بزرگ، چون واقعا سولوشن فروش فرق میکنه. مثلا تو به یه استارتاپ 50 نفره بخوای بفروشی یه کاری باید بکنی، یا به یه شرکتی که مثلا بالای 50,000 نفر نیرو داره یه جور دیگه باید ببری جلو. برای همین اینجا اومده این طبقه بندی ها رو خود لینکدین هم چیز نمیکنه. اکثرا تمام این سی آر ام های فروش، مثلا اونایی که پایپلاین درست میکنن مثلا آپولو، اینا هم همه تقریبا یه همچین عدد و رقمایی رو رعایت میکنن، یعنی کاتگورایزش اینجوریه دسته‌بندیشون. مثلا حالا میخوایم امروز بریم چیکار بکنیم؟ یه مثال تعریف بکنیم مثلا دنبال استارتاپی دیگه. مثلا آقا من بیشتر استارتاپی کار کردم، میخوام توی استارتاپی تو حوزه توی ایجنسی تولید محتوا تو کانادا بتونم پیدا کنم و مثلا با افرادش بگیرم. مثلا میشه 1 تا 11 تا 50 نفر مثلا. خب اوکیه. آره 11 تا 50 نفر گزینه خوبیه. 1 تا 10 نفر هم میتونی بزنی اضافه بکنی که دیگه حالا خیالت راحت باشه که چیزی دیگه ای رو من دست نمیدم. خب اینجا کارن کمپانی که کار نداریم یا کار داریم، کمپانی تایپ مثلا چیز خوبیه. لوکیشن هم داره. در واقع چیزیه که به شما میگه مثلا دولتی ان، خصوصی ان، ارگانیزیشن. اینا وقتی میخوای کمپانی پیج بزنی همه اینا رو ازت میخواد، یعنی ازت میپرسه آقا کدوم سایزت چقدر و بر اساس اونها دیگه اینا رو میاد درست لید میکنه. درسته؟ بله دقیقاً. اکثر شرکتایی که حالا تو استارتاپ هستن این پرایوتلی هلد هستن ولی میتونی تو دستش نزنی، یعنی اصلا چیزی رو نشون باز ندی. بذاریش. آره. بعد خود شرکت میگه لوکیشنش کجا باشه. مثلا خب میخوایم کانادا مثلا باشه. شما الان گفتی کانادا. خب این کانادا مثلا میگه ببخشید بگم اشتباه نوشتی کانادا، یه ای کم گذاشتی. ببخشید. آره اوور. خب الان فکر کنم شهراش هم این آورده. اولیو مثلا بزن. اونا چون تو تا شهر تا یه زیپ کد میتونی اینجا ریچ کنی. مثلا میتونی بگی که مثلا منطقه تورنتو. تهران، حالا تهرانو که نداره ولی میتونی این کار رو انجام بدی. همون اولی بزن دیگه، کل کاناداست دیگه، اولی کل کاناداست. خب حالا ببین حالا میگه چه رولی این طرف باید داشته باشه که من الان بهت 2 نشون میلیون بدم. ریزالت آورد امیر. آره یعنی 2 میلیون آدم دارن تو شرکت‌های 1 تا 50 نفر کانادا کار میکنن توی لینکدین، بالای 2 میلیون ریزالت. حالا میگه رولش چی باشه؟ مثلا میتونی بنویسی مارکتینگ منیجر مثلا، که میخوام باش ارتباط بگیرم دیگه. آره دیگه. مثلا میتونی بنویسی کوفاندر، مارکتینگ منیجر، هر کیو که به ذهن خود میرسه، اونر. سی ام او دیگه همون مارکتینگ منیجر میشه. پی ام او مثلا. حالا ممکنه که مثلا یه شرکت 50 نفره با خود کوفاندرش هم بتونی تماس آره راست بگیری. میگه، بیشتر با همون فاندر و کوفاندر و اینا. FON کوفاندر. چه اینجوری نمیستن کوفان FO امیر UNDER. فکر کنم دارم چون بزرگ می نویسم اینجوری میشن.
چرا نمیاره؟ این تو فانکشن دارم میذارم امیر. اوه ببخشید اون جاب تایتله. بله درسته که آره. نمیزنه. اون فانکشن رو بزن. میگه که ببین اون- مثلا میخوای خودت اون مربعش رو بزن. نه این نه نه ساجست. نه 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 اون ساجست خودش بود. مربعش رو بزنی اینا میگه مثلا تو چه قسمتی میخوای باشه، مثلا بیزنس دیولپمنت، مالی. چن، اصلا بزنم اینا نه دیجیتال مارکتینگ اینجا نمیاره. مثلا دیجیتال مارکتینگ بخشی از اپریشنه. خب آها. مثلا برنامه نویسی بخشی از انجینیرینگه. میتونی خالیش بذاری اینجا اگه مطمئن نیستی. خب جاب تایتل همون کوفاندر و اینا. آره کوفاندر. کوفاندر، خود فاندر. آره فاندرم دیکتشو درست بده. سینیور نه اون فاندر اون فرق میکنه پوله با اینوستوره. الان بچه ها میگن این در حد دوم دبستان نیست. نه دیکته همیشه سخته، برای منم خیلی سخته با دیکته انگلیسی. راست میگه. فارسی شیف مارکتینگ آفیسر هم خوبه CMO. بله. پس این مثلا ستا میشه تارگت نمی. منیجر هم میتونی بذاری. خود بچه‌هایی که کار کانتنت میکنن هم میتونن بهت پروژه برسونن، کسایی که کار مثلا ویدیو کانتنت میکنن. مثلا کانتنت منیجر، اسپشیالیست، کانتنت منیجر، سوشیال مدیا منیجر، اینا همه میتونن باهات حالا یه ارتباطی بگیرن. آره دیولپر و اینا اصلا استراتژیستشون هم خوبه. خب همین فکر کنم کافیه. ببین ریزالت چند تا میشه. الان حدود 100 تا ریزالت آورده. آره. خب حالا این چیزو ببند دوباره. چیا؟ بتونیم همیشه مینیمایز کن که بعدی‌ها رو راحت بتونیم ببینیم. آره مینیمایزش رفت. آره باگ خورد. اشکال نداره بیا پایین. خب سینیوریتی ببین لول میگه آره. لولش رو به نظرم همیشه خالی بذار، به خاطر اینکه یه باگی داره این سیستم سیلز نویگیتور که مثلا نمیتونه، چون پروفایل هم درست نوشته نشده. خب ولی میتونی خودت اینجا این گزینه ها رو داری که راجب مثلا بگی که اینتری لول باشه طرف، مید لول باشه، سینیور باشه. ببین اینجا میتونی راجع به گذشته کاریشون مثلا بگی من دنبال کانتنت اسپشیالیستایی میگردم که قبلا سوشال مدیا منیجر بوده باشن یا قبلا برنامه نویس بوده باشن. خب میتونی پس جاب تایتلش هم اضافه بکنی. حالا اینا برای چیه؟ اینا ببین کمک میکنه تو سرچ دقیق‌تری داشته باشی و ارتباط بهتری بتونی بگیری. الان امیر ما از 2 میلیون رسیدیم به 100,000 تا، مثلا این بشه 1000 تا دیگه میشه تارگتی هدفمند. الان میتونیم خیلی اینو نیشترش هم بکنیم. بعد ببین فکر کنم امیر آخرش میرسیم به امیر زاکر. نه من کانادا نیست. الان میگه چند سال تو این شرکت کار کرده و چند سال تو این پوزیشن کار کرده. خب مثلا کسایی که کمک میکنن حداقل 2-3 سال باید کار کرده باشن. نه لزوما، اتفاقا حتی اونایی که جدید یه جا استخدام میشن یادت باشه خودشون چون بودجه دارن خب و میخوان یه ایمپکت ایجاد بکنن، همون موقع دستشون باز 2-3 نفر دیگر هم با خودشون استخدام میکنن، مثلا وقتی که پوزیشن مدیریتی داشته باشه. خب بخاطر اینکه طرف میخواد تیم خودشو بچینه دیگه. اینا رو هیچ وقت تو فروش ازشون نباید غافل شد. آفرین، نکته قشنگی بود. آره ولی اینو به نظر بذاریم باز که آره نه اینم الان نسبت به اون چیزی که میخوایم مثلا ما برای مثال شرکت رو بیاریم که مثلا زیر 1 سال باشه یا 1 تا 2 سال باشه، هر کدوم که میخواد. همین دوتا خوبه. میگه تو این پوزیشن چقدر کار کرده، تو پوزیشن فعلیش از 100 کار رسیدیم به 30 کار. آره یعنی اینا تازه تو این شرکت ها استخدام شدن. مثلا اینجا زده 10 ماه در این رول بوده یا 10 ماه در این کمپانی بوده. دقیقاً اون زده 1 سال 11 ماه. بله. حالا
راجب خودش میگه کجا باشه، مثلا میگه اون کارنت پوزیشنش هم میتونی به سوال بدی دیگه. آها که مثلا فرض کن که یه نفر استخدام شده، یه پروموشن هم گرفته تو این یه سال مثلا. آره خب خب حالا جغرافی. جغرافی خود طرف کجاست، مثلا کجای کاناداست، یا اصلا شاید حتی بیرون میشه از کانادا اینا داره ریموتاش هم پیدا کرد دیگه، مثلا اروپا باشه. آره مثلا طرف شرکت کاناداست ولی این تو اروپا داره کار آره میکنه اینجا میشه باش. فهمید ریموتن دیگه. رموتن مثلا بزن که الان اروپا مثلا چیز خوبیه. ببین چند نفر میاد. ای یو اولش کیه؟ آخ آخ آخ. ای آره یوروپ دوم. آره خب خوبه یوروپ خوبه، مثلا از آسیا که نمیخوام آسیا. ببین شد 500 نفر. او خب مثلا الان این آقای خانوم اولی که آورد گاسپر، این از پاریس داره کار میکنه برای یه شرکتی که توی کانادا ثبت شده. کوفاندرش هم هست. فرانسه است آره، یا این انگلیسه. آره این از انگلیس داره کار میکنه. با اینا مثلا میتونی آدمایی که رموت دارن کار میکنن رو پیدا بکنی. یا اینکه مثلا تو خود کانادا میخواد تورنتو باشه طرف، مثلا صرفا نمیدونم ونکوور باشه، هر جایی که خودت میخواد. بعد اینجا ببینید این فرست نیم و لاست نیم هم خیلی موقع کار میاد. حالا مثلا اگه بچه‌ای که برای دبی میخوان مخصوصا چیز کنن، تمام اینایی که در علی و واقع محمد و اینا. نه نشنالیتی خود امارات متحده عربی رو دارن. خب تماما اسمای فامیلیشون با ال شروع میشه. آفرین خب چقدر قشنگ. و مثلا اگر اینو تو لسته مثلا شما میخواید دنبال کسایی بگردید که آقا پیور اماراتیه، خب این لست نیم رو یا مثلا میخواید دنبال اسم خاصی میگردید به هر دلیلی، خب اینجا میتونی از این فرست نیم و لست نیم استفاده بکنی. همینطور حالا دیگه مثلا لنگویج پروفایلش چی باشه. ارزم به خدمتتون که ببین مثلا میتونیم چقدر کمش خوبه بکنیم. امیر، چقدر خوبه. چند سال سابقه کار داره امیر فکر مثلا. کنم از اسکول، ببخشید تو کلمت، میشه ایرانیان راحت در آورد، مثلا شریف و تهران و دقیقاً بزنی ایرانیاشون هم از راحت در. اسکول هم از پست کامپنی، اون بالاتر داشتیم پست یعنی بزنین کامپنی. دیجیکالا و اسنپ و اینا، درسته؟ مثلا الان بزن مثلا بنویس که بیا امتحان بکنیم، مثلا تو پست کامپنی بنویس دیجیکالا، اسنپ، تپسی، مثلا همراه اول، شرکت‌های بزرگ ایرانی که مثلا هیچکی نیست از دیجیکالا که برای یه شرکت کانادایی باشه ریموت و از اروپا داره کار میکنه. آره الان مثلا اینجا کسی نیست. فکر کنم ریموت تو اروپا برداریم بیاد. میخوای بله بردارم؟ برداری احتمالاً میاد. آره اینو به نظر بردارم. 2 آورد. خب بذار من به اینا الان درخواست کانکشنمو بزنم. خب نه اینجا نباید بزنی، اینجا میره توی چیز، میره باید تو بری چی؟ پروفایلش رو. اینجا تو خود لینکدین سیلز نویگیتور باشه ارتباط میگیری. تو باید او پروفایل لینکدینش رو باز کنی و اونجا بری باش پیغام بدی. مثلا که امروز هم روز آخره. تو یه نکته بگم، شما وقتی اشتراک سیلز نویگیتورتون تمام میشه تمام دیتا هاتون رو پاک میکنه لینکدین، او یعنی به الان صورت بذارید خیلی آقا ایمان رو عاجلانه. یه تست بریم امیر. یه الان ایمان زده تهران ها، ببینم. از تهران زده بود داره. همین علی جعفری رو بریم. آقای جعفری سلام بر تو. خب اینم نوشته الان ونکووره، 1 سال 8 ماه تو این رول، کوفاندرم هست. آره یه استارتاپ داره دیگه. این شاقوت استارتاپ داده ای ساقهوت نمیدونم، یه کار ای آی داره میکنه. خب بود. دیهود الان اینو کپی کنم بیام تو لینکدین هم سرچش کنم. نه روی اون کنار مسیج یه 3 نقطه هست، خب اینو بزن بیا لینکدین ویو پرو. پروفایل، یا مثلا میتونی کپیش کنی. خب حالا بیا تست دیگه هم بزنیم.
پندینگ الان شد. آره امیدوارم که آقای جعفری باهات ارتباط بگیرن و یه مسیج بهش بزنیم. خب مسیج که بزنی در واقع با همین ایمیل میره جلو که حالا از طریق پریمیوم شما میتونی بدون اینکه آره. درخواست تو قبول کرده باشه به آدما مسیج بزنی. حالا بیا ولی من مسیجش هم توضیح نمی‌دم. امروز جمنای ادوانسد گرفتم، با جمنای بنویسیم. مثلا بنویسم که چی، من محمد رضا، انگلیسی بنویسم بهتر میفهمم. تو امیر پیشنهادی نداری واسه مسیج؟ ببین برای کسی که میخواد توی لینکدین باهاش کانکت بشی بهتره یه اطلاعاتی ازش در بیاری. خب یعنی از اول من برم بررسیش کنم. آره یعنی ابتداً مثلا بگی که همین که دیدم شما در استارتاپ فلان مشغولین، خب یا مثلا دیدم که ببین مثلا قبلا تو کجا کار میکرده، هنوزم داره کار میکنه توی یه شرکتی توی ونکوور مال ایرلاینینا بود انگار. انقدر سریع میری بالا که آدم ونکوور ایرپورت اتوریتی. مثلا بگو که من اینو دیدم و دیدم مثلا شما سابقه کوفاندرشیپ داشتین، برام جذابه که با هم تو نتورک هم باشیم. همین. نگه من محمد رضا فلان و اینا. ببین همیشه تو نتورک کردن بهتری که درباره طرف مقابل صحبت بکنی، فوکوس درباره طرف مقابل باشه. خب و پیشنهادم اینه برای کسی که خارج از ایران هم هستن به فارسی ننویسی. خب الان میخوام درستش میکنم. خب تو مثلا اگه خواستی فینگلیش بنویسی در واقع. نه الان میخوام بهش بگم سلام علی جان، من سابقه کار شما در فلان رو دیدم و اینکه الان به عنوان کوفاندر خب در کانادا مشغول هستید، مثلا واسم جالب بود. خب چی بهش بگم؟ تا آخرش کال تو اکشنش چی بزنم؟ منم دیجیتال مارکتر هستم، دوست داشتم با هم بتونیم، یا مثلا هر توضیح که خودت میخوای بدی خیلی کوتاه، خوشحال میشم با هم در ارتباط باشیم. خب نوشته های علی I came across your work experience at Vancouver Airport Authority to find it interesting. It's also impressive to see that you are now co-founder in Canada. I will love to be working digital marketing 5 years now and I love to be connect with you. Best grad. همین خوبه؟ امیر ببین خوبه، میتونی مثلا برای اینکه اونم بفهمه که یه صمیمیت بیشتری در بیاد مثلا به جای های مثلا بگی های علی جان، سلام علی جان، مثلا اولش فارسی؟ نه فینگلیش دیگه گفتم، مثلا اولش رو فینگلیش مثلا بگی سلام علی جان، های علی جان، اینجوری مثلا بهتر میشه. حالا اونجا دیگه خودت میتونی درستش بکن. خب بریم توی بالاشو مواظب باش. بریم پایینش هم ترجمه داده، مواظب باش. الان درستش میکنم. حالا من به کسی تا حالا نگفتم جان، شاید نگه اسمم جانه. الان یه میخواستم نشون بدم که بچه با آی هم چقدر راحت اگر زبانشون هم خوب نباشه میتونن بنویسن. یعنی کافیه پرامپت رو بهش بدی، بگو بر اساس متن بالا یه همچین چیزی برام بنویس، بعد من آخرش میگم به فارسی هم ترجمه کن که فارسیش هم بخونم ببینم قشنگ چی گفته، بعد انگلیسیشو استفاده کنی. خب سابجکتشو چی بزنم؟ آپشناله مثلا کانکشن ریکوست. البته اینجا دیگه ببین بهتر بود که این متن رو تو درخواست کانکشن میفرستادی. خب الان کانکشن پندینگه،
ولی میتونی الان همین رو بفرستی دیگه، چیز نیست. آقای علی جعفری اگه ویدیو رو میبینی لطفا ما رو درخواستمون رو اکسپت کن. خب آقای علی جعفری خب خوابایی دیده محمد رضا. نه به قرآن خیلی امیر خیلی چیز خاصی نیست. 2 میلیون دلار پروژه است دیگه. 2 میلیون به قول مهران مدیری نگو 200 میلیون 200 میلیون. خب اینا برو بزنیم. خب خب این علی رو مخش رو زدیم. اینجا بودیم. حالا یه نکته هم که یادمون رفت این بود که ایشون از یه شرکت ایرانی، حالا دیجیکالا بود کجا بود اون رفته بود اونجا، به اونم میتونستیم بگیم. آره آفر. الان من باش 300 تا کانکشن مشترک دارم. آقا علی قبول کن دیگه داداش. خب بیا بالا محمد رضا. خب این ستون وسط هم اطلاعات جالب، یعنی میتونی که اون چیزو بردار، دیجیکالا اسنپ رو بردار که تعداد آدم‌ها بره بالا. کجا زده بودیمش اینا؟ کامپنی. ببخشید من یکم گرم شده کاپشنم در بخاری هم روشنه. ظهرم است. خب الان این میگه بیا بالا. ببین نکن گزینه‌هاش می‌بینید چیه؟ following your company یعنی شرکت شما رو دنبال بکنه تو پیجشو. دنبال میکنه. این یعنی چی؟ یعنی خیلی به خرید نزدیکه. کسی که شرکت شما رو دنبال میکنه خیلی خوبه. یه محل هدفمندتره. ریسنتلی هم خیلی جالبه، یعنی تازگی پیجتو دیده. آره الان بزن ببین کی بوده. ندارم از کانادا. یه دونه دارم. این آقای وحید فخر که دیگه عزیز دل میشناسه. آقا وحید سلام عرض میکنم خدمت. خب ببین میتونی اینجا بگی کانکشن دست چندمته یا کانکشن کیه. خب مثلا اینجا میتونی بگی فرست دیگری، سکند دیگری، ما اعضای گروه هستیم. اینا خب خیلی کمک میکنه دیگه. امیر یه سوال ازت داشتم. این گروهای لینکدین من خیلی توشون عضوم ولی واقعا هیچ فعالیتی ندارم تا حالا نکردم. اینو میگی اصلا چه جوریه؟ جریانشون چه جوریه؟ خوبه بده؟ تلگرام هستن خیلی خوبه. به ماها چون به گروهای تلگرام و واتساپ عادت داریم. آره دقیقاً. این غافل میشیم. ولی گروهای لینکدینی مخصوصا جاهایی که آدمای در واقع غیر ایرانی هم زیاد توش می‌بینی شما و هم میتونی که ارزش آفرینی کنی و هم جذب ارزش بکنی، یعنی هر دو قشنگ فعال. من یه زمان موقعی که درخواست کانکشن میفرستادم درخواست جوین تو گروه میدادم و الان فکر کنم گروهای زیادی هستم ایرانی خارجی ولی اصلا هیچ فعالیتی تا توشون نکردم. ببین همینجوری به تو گروه بگی آقا مثلا من میخوام به عنوان یک دیجیتال مارکتر استخدام بشم، پروژه بگیرم، کسی تحویلت نمیگیره. خب ولی وقتی که بشناسنت اون وقت برات همه کاری میکنن، یعنی مثلا بدونن که خب محمد رضا دقیقاً چه دردی از ما میتونه دعوا کنه، یا مثلا به خاطر اصلا پرسونالیتی خودت، یعنی صمیمیت‌تر، یه جای صمیمیت‌تر نسبت به اون آره دیگه دقیقاً. الان مثلا گروهایی که الان مشترک داریم خودمون تو تلگرام آره ما تو تلگرام دیگه بچه ایران تلگرام الان امیر یه دونه داره، من یه چنل دارم، یه گروه داریم و اونجا خیلی با هم صمیمیم، جلسه میذاریم و اینا و حالا سعی می‌کنیم گروهای لینکدین هم تست کنیم. اگه شد حتما با هم دیگه یه گروه مشترک هم بذاریم تو لینکدین، به نظرم جالب میشه. حتی تست کنیم چون بچه‌ها که من اونجا فیچراشو تست کنیم و اینا، اینم الان می‌نویسم که یه گروه بزنیم. خب بریم سراغ بحث است. خب اصلا زدم آقا سکند کانکشنمون باشه 800 تا شد. این بگه که کانکشن کی باشه. الان یعنی ببند اینو مینیمایز پایینیش نوشته کانکشنز آف. مثلا بزنیم آقایی بزنیم. آره تنها کسی که درست زدم آقا وحید فخر بود. 33 ریزالت آورد. نه همه دیگه ایرانی کار درستن. بله هم برو سراغشون دیگه. همین کاری بچه ویدیو رو همینجا پایان میرسونیم. من امروز روز آخر اشتراکم باید برم کانکشن رو بسنم. ندارم $100 بدم. خب بچه مرسی از امیر که تا اینجا ویدیو با من همراه. آقا وحید دمت گرم. وحید من تو یه وایسی بود تو گروه فرستادم یادته گفتم بچه‌ها اگه می‌خواید مثلا می‌خواید برید تو کانادا نفوذ کنین کافیه یه نفر رو پیدا کنین
بر اساس اون کانکشن های اون فعالیت های اون و هی وصل میشین و همینجوری شبکه‌ای میرین جلو. مثلا کافی امیر رو تو ترکیه پیدا کنین، امیر یه کامیونیتی داره تو ترکیه و کامیونیتی ترکیه مثلا شخ بزنین دیگه. آره این وایسش قشنگ فرستادم تو گروه. خب اینا هم اوکی. این مثلا بخوام با آقا هادی درخواست بدم بزنم که اینجا رو 3 نقطه ویو پروفایل و اینجا میشه مسیج بهش داد و درخواست کانکشن زد. بله. حالا من چون با آقا وحید و ایشون مشترکم همینجوری میگه این چیزه، این میگه ایمیل باید بده. هیچ ایشون ایمیل میخواد. آره بریم بعدی. خب اصلا خانم مرزیه. میخوای چون وقت تنگه آره بریم سراغ بعد کنم. بذار من اینو دوپلیکیت بگیرم اینو داشته باشم. اینو میذارمش کارشون دارم. اوکی. و حالا گزینه‌های پایین دیگه همینجوری مثلا میتونی بگی که اینا فقط میگه پس کالج دانشگاه رسید ریسنت آپدیتشون رو می‌بینی مثلا 2 نفرشون تازه شغل عوض کردن. اینا خوراک کمک کردن به آدمان، کسایی که مثلا جدید شغل عوض کرده باشن. خب یا پایین می‌بینی اینو نوشته چنجا کجا که مثلا اونایی که توی میذارن. خب امیر میگم یه اینا دیتای دیروز شنیدم به نظر جالب، میگه 99% کسایی که تو لینکدین محتوای تولید نمیکنن. نظرت چیه؟ نه دیتاش درست نیست. ببین قانونش اینه کلا تو سوشال مدیاهای الگوریتم تقریبا یکسان داره که 1% محتوا تولید میکنن، 9% با این محتوا اینگیج میشن، مثلا کامنت میذارن، ریپوست میکنن. اینا رو هم میتونی جزو اون بذاری. خب که مثلا ولی 90% ابزرورن، یعنی حتی لایک و کامنت هم نمیکنن احتمالاً. و یعنی میگفت این فرصت خیلی خوبیه که یکم کار کنی بیای بالا. بله دقیقاً همینطوره. و ببین تو قطعاً اونایی که ابزرورن هم میتونن خریدارت باشن. مثلا من خودم یه پست میذارم 20 نفر لایکش میکنن ولی مثلا کلی آدم میان سراغمون. حالا ما چون شغلمون بحث جاب و ایناست بعضیا نمیخوان مثلا بدونن اون یکی دو بالا کار میگرده، مثلا نمیخوان لایک نمیکنن ولی میان خصوصی پیام میدن، ایمیل میزنن و بالاخره باعث میشه دیده بشه دیگه. بله دقیقاً قشنگ بود. خب حالا بریم اینو چرا اوکی برو توی سیلز نویگیتور، برو توی لینکدین یه سیلز نویگیتور دیگه باز کن که اینو نبندی برای خودت. نه یه داپلیکیت ازش گرفتم. ورک فلو هم بگو، پرسونا چیه، اکانت لیست و لید لیست و پیپل آن سی آر ام اینا اگه میشه یه توضیح کوچیک بده در 30 ثانیه. پرسونا چیه؟ زدم نیو. مثلا این ببین این چیزیه که شما برای خودت میسازی، میگی من دنباله، یعنی یه بار تعریفش میکنی، میگی من دنبال اینجور آدما میگردم، بعد اینا که میای روی این بزنی فقط همونا رو بهت نشون میده تو سرچ جدیده. خب مثلا میگی که یه بار میگی من دنبال مثلا شخصی میگردم خانوم باشه، زیر 35 سال باشه، مدیر عامل باشه، تو کانادا زندگی بکنه، مثلا همه اینا. اینو مثلا با یه اسمی سیوش میکنی، مثلا اسم پرسوناشو میذاری مثلا 1 آره مثلا آره. بعد همیشه دیگه حالا تو سرچ جدیدت که میاری این دوتا رو با هم دیگه اوورلپش رو فقط بهت نشون میده. قشنگ بود. این یه کاربردهای دیگه هم داره که حالا بعداً دوستان تو ویدیوهای بعدی بهشون میگم تو در بخوره که قشنگ چه کاربردی؟ سنشو، جنسیتشو، نمیدونم زمانشو. خب امیر بچه جنسیت رو فکر می‌کنم امیر بچه خوبیه. متوجه چیز نشد. جنسیت رو فکر میکنم سیلز نویگیتور نداره تا جایی که میدونم. خب من یه بار با فیسبوک ادز داشتم، پرسونای فیسبوک ادز داشتم، اشتباه میگرفتم. اکانت لیست خب میاری؟ اینجاست اینجاست ببخش. میگه مثلا محمد رضا اکانت.
ببین اینو بهش میرسیم. مثلا تو یه سری شرکت رو تو اکانت لیستت سیو میکنی، خب تو الان لیستی نداری، خب آها فقط رو همون شرکت ها بهت نشون میده. اینا دیگه کار خودت رو راحت تر میکنی. اینا فکر کنم همونه. یه دونه اکانت لیست بعدا میسازیم میایم نشون میدیم. CRM به درد سیستما نمیخوره، بعد آپگرید بکنیم. یعنی برای کورش ساخته اینو که خیلی حرفه‌ای ترش میکنه. بعد اینا هم جدید آورده، مثلا در واقع کسایی که قبلا مسیج زدن، پروفایلت رو دیدن، این حرفا. خب خوبه، اینا رو توضیح دادیم. اینجا رو دیگه بستیم. امیر یا دیگه برو چیزی توی نیست که اکانت لطفا اون بالا نشه. اکانت رو بزن. این الان لیدو دیگه جمع کردیم کامل، درسته؟ آره این دنبال ما بدون اینکه به شرکت اشاره بکنیم دنبال افراد گشتیم. آها خب حالا ما دنبال می‌بینیم شرکت میگردیم، ببینیم به کدوم شرکت ها میتونیم بفروشیم. با خب همون تنظیمات الان 750,000 تا نتیجه برای من آورده. خب نو نه ببین اکانت. برو تو کار سیلز نویگیتور یه اکانت جدید بیار. این داره رو سیلز بد نشون میده، روی لید بد نشون میده. خب چیکار کنم؟ سیلز نویگیتور رو بزن یا روی تب دیگه هر جور که دوست داری. حالا اکانت فیلتر رو بزن. خب خب ببین محمد رضا تا تمام نشه، ببین تا الان اون بالا باکس هدیه رو می‌بینی بالا سمت راست. خب الان 10 نفر رو میتونی مجانی دعوت کنی یا give 2 ببین free months of ترسیدم، فکر کردم میخوای بگی 10 دقیقه وقت داری. باکس هدیه رو ببین 10 دقیقه. گفتم چی؟ خب آره این نه گفتم چیه؟ داشتم بگم برای بقیه بچه‌ها که این الان صاحب. میتونم به 10 نفر چیز بدم؟ آره خب بذار چقدر خب. ولی امیر فکر کنم باید پیمنت اینا مشکل میخورن. اگه خارج از ایران باشن که ببین شرطش دو تا شرط دیگه، خارج از ایران باید باشن و دومی این که استفاده نکرده باشن تو 1 سال اخیر از پریمیوم لینکدین. خب پس من اینو الان یه عکس میگیرم میذارم تو لینکدین، میگم که بچه اگه خواست بگه براش فعال کنم. آره امیر اگه تو هم کسی میشناسی بگو من براش بفرستم. تو همون گروه همون هم میگم. آره اوکی. خب خب برو توی اکانت فیلتر بزن. من الان ما تو اکانتیم. این یکی بود اکانت اکانت فیلتر. فیلتر آره. بله. خب ببین یا کن یه چیز بسیار جذابی که داره ولی دقیق نیست. میگم این دقیق نیست خب امیر ولی یه چالش خیلی بگیرم، ببخشید. من الان یه اکانت دیگه لینکدین زدم واسه خودم، پشتیبانی این یه دونهشو به خودم میدم، بعد با هم فعالش میکنم. یه ما دیگه اجه ایرانی نه. خب بریم. خب داشتی البته میفهم. ضبط میشه داشتن دو لینکدین نه این میدونی چیزه. چیه الان میگه اتفاقا یه نکته امنیتیه. خب بذار بهت بگم. بعضی بچه‌ها من دیدم آقا پیجاشون میپره. خب مثلا الان من یه نفر بعد مثال میزنم، ارزم به خدمتت که کیوان هجرتی. کیوان کسی بود که تو حوزه سئو به شدت اومد بالا، 10,000 فالوور و یه محتوایی میذاشت که زدنش. خب چند بار برگشت دوباره هر کاری کرد زدنش. و من الان این پیجر رو زدم آریا فروزش فقط به خاطر اینکه بذارمش دومین چون پیجای کمپانی پیجا دستمه، بذارمش تو کمپانی پیجا بمونه. همین، هدف دیگه ای ندارم. می‌دونی چی میگم؟ پشتیبان کمپانی پیجام باشه. یعنی نمیخوام با چیش فعالیتی بکنم. نظرت چیه؟ چی بگم لینکدین و یوتیوب و اینا بندت نکنن اینا رو دیروز بعدن یه بگی. پستمو دیدی؟ اکانت جمنایو کپشن و کانوا رو با 300,000 تومان خرید. بند کرد دیگه یوتیوب. آقا من یه ویدیو ساختم در مورد ویدیو، از یوتیوب استرایک خوردم، یه هفته بند شدم. خب الان تو بخش اکانتی واسه چقدر تنظیمات داره؟ خب ببین اون بالا گفتم خیلی جذابه ولی دقیق نیست. درآمد شرکت ها رو به شما نشون میده. آها خب خب مثلا یه چیزی برعکس بگم، الان درآمد شما رو زده بود 500 تا 1 میلیون.
همون نکسا کریر رو. خب این داری یا برای نه همین یا؟ میگم دقیق نیست دیگه. اینو خود شرکت ها اعلام میکنن یا برای لینکدین شرکت‌ها میفهمه؟ واقعا دقیق ترش، یعنی حالا اینو مثلا یه ابزار فروش برای بچه‌ای که بخوان کار فروش انجام بدن، آپولو رو من بهشون پیشنهاد میکنم. دیتاهاش خیلی دقیق تره برای سایتشو فروش. میگی یه آپولو؟ apollo.io. نه با A. اینه؟ آره بله اینه؟ همین دومی. آره بسیار، یعنی بهترین بازاره دیگه. To chose find and engage your next customer with precision. Access million of پرسیژن با دقت precision. فراوان. Access آره. million of verified leads, automated your outreach and start closing deals fast. خب اینم حالا بچه‌ها خودشون برن اگه شد یه ویدیو هم راجع به این میسازیم. خب بفرمایید داشتی میگفتی. الان تو بخش اکانتیم دوباره کلی مثلا تنظیمات. من میخوام شرکتی رو باهاش کار بکنم که بالای 20 میلیون دلار رونوش باشه. بله. خب اونجا انتخابش بکن. مینیمومش رو بزن 20 میلیون. میگه یه مکس هم ماکسیمم. براش انتخاب بکن، مثلا بزن 1000. عدو بزن. آجی چند تا شرکت اینجا 1 میلیون نداریم خدا وکیلی. 1 میلیون چرا؟ شرکت این خیلی بیشتر داریم. 20 امیر میلیون دلار اذیت چیزی نیست. امیر اذیت هم نکن. نه واقعا 20 میلیون دلار چیزی نیست برادر. حالا ببین اینجا مثلا همون تعدادی که توی لید داشتیم اینجا هم میتونی استفاده بکنی. خب مثلا بگی که آره خب بگی که همون 11 تا 50 نفر رو بیار. شد 200 کا. این چیه گروس؟ یعنی مثلا رشدشو داره میگه یعنی رشد مالیشو داره میگه کمپانی هد کانت گروس. آره نه رشد تعداد آدماشو، یعنی میگه مثلا استخدام داره یا داره تعدیل نیرو میکنه. اصلا چجوری باید بفهمیم تو تعدیل یا تو رشده؟ این در واقع تعداد دیگه، مثلا اگر 50 نفر شده بشه 30 نفر تعدیل کرده، 50 نفر شده بشه 70 نفر رشد کرده دیگه تعدادش دیگه. لوکیشن رو زده. مثلا بنویس همون کانادا برای همون مثالی که آورده بودی. می‌بینی زیرش نوشته پستال کد، یعنی حتی بر اساس هم تو میتونی دقیق بگی مثلا تو این محدوده به من شرکت معرفی بکن. بر اساس ریموت و هیبرید و اینا نمیشه چیز کرد؟ کمپانی تایپ نه. ببین این ابزار چیز نیست، جاب گرفتن نیست. این ابزار فروختنه. یعنی ما میخوایم الان یه سرویسی داریم نویگیتور. مثل شما یه سرویس داری، میخوای شرکتی که لیده با این سرویس پیداش کنی که مثلا باش بری تو مذاکره و ارتباط و فروش. بله میشه اکانت. اون لید واسه این افراده. اونم باز برای سیلز بی تو بیه فرقی نداره. ببین جفتش بالاخره تو داری دنبال باش روش‌های دیگه هم میتونی استفاده بکنی خب، ولی اصل فانکشنالیتیش برای اینه که افراد برای فروش پیداشون بکنی. چون مثلا اگه برای استخدام بخوای روش خیلی بهتر خود لینکدین طراحی کرده. چقدر عالی. دم لینکدین گرم. خب این اینداستریه که صنعتش چی باشه؟ مثلا میزنیم مثلا تو حوزه فایننس مثلا باشه، فاینانشیال، یا مثلا تک آی تی باشه. بذارم تک باشه، آی تی سیستم، اپریشن، مثلا دیتا سرویس. این اینکلود اکسکلودش هم باحاله، یعنی همه باشه جز این یا این باشه، مثلا اینم باحاله. مثلا اینا نباشن، مثلا مانیفکتچرینگ رو اکسکلود بزنی اون دیگه بهت نشون نمیده. آره جال. مثلا میگه آقا همه رو میخوام بجز مثلا مدیکال، یا مثلا بجز مثلا پزشکی، بجز مالی اکسکلود میکنه. هم خیلی جالبه. نامبر اف فالوورز، تعداد فالوورای اکانتشونه. دپارتمان هد کانت، یعنی تعداد افراد شرکتشونه. خب دپارتمان
اون دپارتمانی که شما داری دنبالش میگردی. خب مثلا الان میگه دپارتمان حسابداری، دپارتمان مثلا فایننس، Education. دپارتمان ادویکیشن، اونا رو مثلا میتونی برای بگی مثلا از این 50 نفر شرکت مثلا 5 تا حسابدار داره یا نه، اینجوری. آها. خب این که گروسشه. فورچون چی میشه؟ ببین چند تا شرکت هایی هستن که اینا برای بورس آمریکان بیشتر. خب خب که مثلا فورچون 500 نمیدونم بین این و اینا شرکت های بورسی هن. یعنی برای جاهای دیگه نمیتونیم. و خب اصل لینکدین هم چون مال آمریکاست این آپشن اومده گذاشته دیگه. خب اینا به نظرم تموم شد. تکنولوژیست یوز دارم. تکنولوژی هم که مثلا این میتونی چیز کنی، مثلا برای بیشتر اونایی که CRM میفروشن به نظرم، یا مثلا برای سافت‌وریا میتونن از این حالت استفاده کنن که مثلا ببینن که، ولی دقیق نیست چیزاش. خب خیلی از تکنولوژی‌ها رو توش پیدا نمیتوانی بکنی. اوکی. خب به نظرم نوار سمت چپ رو بستیم، نوار سمت راست. خب ببین این در واقع میگه اینا جاب اپورتونیتی دارن یا ندارن. اون چیزو بردار، آیتی سیستم رو بردار، شرکت یه دونه تعداد فکر کنم بالا. زدیم خیلی کمشون کرده. نه همینو دیگه. آره الان برو شد با 46 تا. خوبه. چون به خود شرکت‌ها ممکن است خودشون اینجوری تعریف نکرده باشن تو لینکدین، اینا رو باید مواظب باشی. خب آره راست ببین میگی. الان 40,000 تاشون دارن استخدام میکنن تو لینکدین. خب باید فرصت‌های باز دارم. بله دقیقاً. این هم ریسنت اکتیویتی هاییه که مثلا خود لینکدین تعریف کرده، مثلا میگه که مدیریتشون تو 3 ماه گذشته عوض شده باشه. خب یا مثلا یه دونه سرمایه، مثل شما که تبریکم بهت میگم سرمایه جذب کردی، مثلا اینا هم سرمایه جذب کرده باشن. خب ولی ما اینا رو تو ایران نمیتونیم بزنیم، درسته یا میتونیم؟ چون نه اینا دیتاش تو برای ایران ایران. کار نمیکنه. آره مثل ایزان عشق من. خب ولی واسه دوباره پیدا این کردن خوبه، ولی واسه اینا. اینکه شرکت‌های ایرانی ببخشین بیا از این استفاده کنن به دردشون نمیخوره. آره ببین نیا کن، حالا شما هر کدوم من شرکتایی که خواستی و خب مثلا بعداً میتونی بکنی 400 تا 200 تا بر اون کیورد بالا رو هم میبینی. سرچ کیورد. اون کیورد بالا هم خیلی کمک میکنه که مثلا یه چیزی سرچ بکن، مثلا SEO سرچ کن، نمیدونم ویدیو پایتون سرچ کانتنت که مثلا کن. کانتنت. آره مثلا ممکنه که اون تایپ شرکتی که دنبالشه یا با یک کیورد هم بتونی پیدا بکنی. آها. مثلا نوشته کانتنت استک، کانتنت نمیدونم نه فلان. اونا که اسم میشه رو همون کانتنت یه اینتر بزن. 53 تا آورد. شد مثلا راجع به این شرکت اینا تو اباعتش یه چیزی نوشته بودن راجع به کانتنت. مثلا این اباوتش نوشته we are a full service advertising and creative agency. من میخوام برم به این درخواست بدم. آره 44 تا ایمپلویی داره. چقدر قشنگ. بچه ها چیزی بهتون بگم، این حرفایی که داره امیر میزنه $1,000,000 میارزه به موله. یعنی من همش دارم فکر میکنم چه کارا که نمیشه باید. دمت گرم امیر، عشقه. ببین حالا این شرکت رو که مثلا گفتیم میخوای باش کار کنی، سیوش رو بزن. خب خب یه لیست برای خودت درست کن. تو یک نیو لیست رو بزن. اصلا دارم ویش لیست نیم مثلا بزنم ویش. مثلا آره بعد این لیستی که انتخاب کردی یادت توی لیدها میپرسید از چه لیستی به نشون بده، آفرین. میتونی اونجا استفاده بکنی. الان بذار اینجا یه لیست دارم دیگه. کجا بود می آوردیمش؟ توی لید الان نمیدونم، شاید مجبور باشی اینو یه رفرش بکنی، نمیدونم میاره یا نه. آخه شاید بهتره الان که رفرشش کردی. ببینم. بعد داپلیکیت کردی. آره داپلیکیت کردم. نه پریدم. اوکی حالا بیا اون لیست تو بذار. البته که توی شرکت احتمالاً نیست دیگه. نه فقط میخوام گزینه‌شو نشون بدی. اکانت لیست بود. آره میزنی ویش لیست آورد. آره الان 2 تا ریزالت آورد. بغلم هستن. خب
بازم ویدیو رو اینجا قطع کنی. 25 سالم هست تو این شرکت این آقا. دمش گرم، خدا وکیلی، دمش گرم. البته چیزی بگم، من حالا تو ایرانیا اینجوریه، تو خارجی بهتره. تو ایرانیا کسایی که زدن 15 سال سابقه کار، 10 سال سابقه کار، میبینید 10 سال مثلا من خودم آقا الان 6 سال تو حوزه دیجیتال مارکتینگ هم دارم تولید محتوا میکنم، میزنه 6 سال سابقه کار تو مثلا کمپانی خودم، مثلا می‌دونی چی میگم؟ یعنی اون 12 ساله تو یا کارهای خودش بوده و حالا تو خارجی ها بهتره، مثلا طرف واقعا 15 سال کار کرده، 20 سال. ولی تو ایرانی ها مثلا کسی که 15 سال کار کرده یکم باید. خب الان بخش اکانت هم فکر کنم تو کامل توضیح دادی، دمت گرم. آره اینم از شرکت به آدم رسیدنه که میتونی اونجا بری در واقع لیست شرکت ها رو در بیاری، بعد به سراغ آدم هاشون. اون مسیجینگ هم بیاد که دیگه تمومشو بگم دیگه. اینو میگی؟ نه اون نوتیفیکیشنه. مسیجینگ که آره این ایمیل زدن. بله ببین نکن شما اینجا الان مسیج نداری، نیو مسیج رو بزن. کجاست؟ پایین وسط پایین. دیدمش. تایپ نیم مثلا امیر زاکر. مال منو نمیشماره، میخواستم مال یکی دیگر رو بهش بیاری که بگو میخوای وحید بزنی؟ نه اونم نه فرست دیگری کانکشن ها رو میتونی اصلا. خب وقتی تو باشو تو لینکدین میتونی مسیج بدی، چرا اینجا بدی؟ این مثلا مال کسایی. الان همین لیست دیگه رو بیار، از این لیستی که پیدا کردی، مثلا همین آقایی که 25 سال بود سابقه کار، مثلا همین، مثلا بیار روش مسیج رو بهش بیار. آره همین. خب سابجکت رو مثلا آره نوشته use one of 100، یعنی الان به شما 100 تا کردیت آره. این قانون لینکدینه که مثلا شروع نکنید 1000 تا 10000 بزنی اسپم بکنی. تا 3 ماه برات نگه میداره. خب ماهی 50 تا. یعنی الان بعد اینکه اکانت سلز نویگیتور هم تموم شد تا 3 تا 50 تا دارم؟ نه مثلا کسی که مداوم هم داره استفاده میکنه سر 3 ماه که بشه 150 تاشو دوباره میکنه 50 تا. چقدر اگه استفاده نکنی. خب این داستان سیلز نویگیتور تمام شد؟ بله تا جایی که من چقدر تایمش طول کشید؟ بذار ببینم. ریزه کاری خیلی زیاد داره. دوستان مثلا اونا که زبان انگلیسیشون حالا خوبه تو یوتیوب بسیار آموزش‌های خیلی خفنی و در واقع دوستان گذاشتن، آموزش سیلز نویگیتور، استراتژی‌های مختلف. میگی تو سرچ کنن بچه مثلا سیلز نویگیتور چی؟ مثلا ادویکیشن نمیدونم. نویگیتور بزنم میارم. آره بعد تو فراگون هست. حالا لینکاش هم بهم بده، تو برام بفرست، تو گروه بذارم، تو همین دیسکریپشن بذارم، تو لینکدین میذارم. خب امیر عزیز دمت گرم. من ببخشید فرصت کردم داشت تمام میشد. سلامت باشی. تشکر میکنم بچه‌ها. ویدیو من که خیلی لذت بردم واقعا. یه دریای جدیدی جلو من باز شد با کمک امیر. اگه من میخواستم خودم برم توش مطمئنا غرق میشدم. امیر کمک کرد واقعا. یه حرفایی که امیر زد مطمئنم خیلی ارزش داره و امیر واقعا دلش داره میذاره و اینا رو داره به رایگان به شما میگه. حتما اگه مشکلی داشتین یا نیاز به کمک داشتین امیر رو بهش پیام بدید. امیر فقط لینکدین داره یا نکسا کریر هم تو گوگل سرچ کنید سایتشون میاد بالا. دیگه حرفه‌ای بودنش رو دیگه نشون داده واقعا و اینکه چقدر کمک. الان ما یه گروه تلگرام داریم، امیرم اونجا فعاله. باز ما 30-40 نفر داریم کوچ میکنیم و همین. دمتون گرم که تا انتهای ویدیو با ما بودید. امیر جان حرف پایانی داری؟ ممنون از همه کسایی که تا این موقع ما دیدن. دستتون در نکنه. ان شاءالله موفق باشید. در پناه خدا همگی. خدا نگهدار. خداحافظ. امیر جان